یکم شروع شده بود مشکل در مسئله جوانو، گمراه شوی جوانای ما. در حقیقت جوانو بی‌نهایت سخت داده شده بودند به همین تشکیلات هایی که گمراه میکردن، از دین، از با ارزش های دیگر استفاده میکردن. وقتی از دین استفاده کردن قریب 70% جوانای ما داده شدند به همین چیز و سبب همین عاقبت به آن آورده رسونید که یک جنگ شهروندی تحمیلی در تاجیکستان شروع شد. ببینید که یک نفر پلید خرزاده حرامزاده که یک سنگ را بالای ملت بالای سنگ نمانده است، با پول کدام یک اجنبی خارجی چیکار کرد؟ کشور را به جنگ کشید. تا توانستن ملت تاجیک پس زدن، تا توانستن از کودک 7 ساله شروع کردن کشتن تا 70 ساله را. حتی خود همین نوری هم در یک مسجد نقشه یک دولتداریش میکشد، میگه که ما باید وقتی که قدرت به دست میگیریم باید این مردم تاجیک، ملت تاجیک کودکی تا 7 سالش بمانیم دیگه همش به قتل رسونیم. یعنی نیست کردن ملت هم در وقت کشیدگی بودن. مقصد مرابشون همین چیز بود. امروز هم که کشورهایی که سرمایه گذاری میکنن نهضتی‌ها را همین مقصد دارن که تاجیک دیگه سر نبردارد، چون که صاحب میراث بین المللی میراث تاریخی ما هستیم. تمام فرزانه های ملت برای جهانی ما دادگی هستیم. تمام جهان امروز از ما میآموزد. تاریخ اعلامیه حقوق بشر میگیم برمیگردیم میزنیم به سر تاجیک کروش کبیر. بله. آزادی میگیم برمیگردیم به تاجیک. آزادی زنان میگیم برمیگردیم به تاجیک. برابری میگیم برمیگردیم به مدنیت تاجیک. احترام زن میگیم به تاریخ میگیم تاجیک باز احترام میکنه زن در تاریخش بوده است. بعد کجا میرود جهان امروز؟ همه چیزا نمیخواستن امروز بگن که تاجیک طلب کند. حتما طلب میکند تاجیک. حتما حقوق خوش در نظر بین المللی طلب میکند. خواه نهضت باشد، خود کدام کشوری بین المللی که امروز نهضت سرمایه گذاری میکند یک مقصد دارد، نمیتواند به مقصد رسد. یعنی همین پس زدن آبروی ملت، محکم کردن دهان ملت تاجیک باشد، متاسفانه نمیتواند. هیچ نهضتی نمیتواند، هیچ یک کشور خارجی نمیتواند این کار کرده. حتی ریسپان بعد از آنی که کشور شوروی پاش خورد استقلالیت پیدا شد، متاسفانه صاحب استقلال شدن ملت برای دشمنای ما یک درد بود. افسوس میخوریم که این درد خائنا و واسطه پول و دیگر امکانات خودشون چیکار کردن؟ به سر همین یک 4 گمراه زدن. خیلی که علمای دین قید کردن یک چیز است. در ایران یا در دیگر کشورها راحت میکردن در اینجا جنگ میرفت. چرا جنگ میرفت؟ برای کی جنگ میکنن؟ نخواد تاجیک تا همین درجه معنیش سست باشد که برای همسایه خودش یک کینه و عداوت هم قهوه انداختگی بدن که به بهانه حتی کافری، حتی در دولت کار کرده، حتی مقامات پلیس بودی. درست قید کردن استاد که مقامات پلیس بگناه کشتگی هستند. همه را به خاطری که در همین برای حفظ ترتیبات ملت کار کرده است به قتل رسانیدن. سببش چی است؟ یک بدبینی است. سببش چی است؟ بهانه‌کاوی، دروغ است. چی است مقصد؟ همین تاجیک از امکاناتش محدود شود. لیکن خوشبختانه به بخت ملت تاجیک اینا ببینید که پیشوای معظم ملت به سر قدرت آمدند و اولین کاری که کردند تلاش کردند حتی چی گذشت‌های برای این نامردای نهضتی نکردند، برای دیگر نامردهایی که احزاب دیگر نمایندگی میکردند گذشت‌ها کردند تا همین حالت امروزه تاجیک برقرار نماید، تا توانند که تاجیک یک مراتبه هم باشد با سر بلند بگد که من صاحب دولت هستم، من مستقل هستم، آزادی دارم، آزاد هستم، پرچم ملی دارم، دیگر زیر سرود ملی خودم یعنی گیم چیکار میکنم؟ صدا بلند کردن میتوانم. امروز خوشبختانه ما به همین چیز رسیدیم. تمام دولت ها، ابرقدرت ها، کشورهای اروپایی در حیرت ماندند که چه خیل همین قدر فرموله گوناگون جاسوسی کار کرده بودند که پر نیت پاره کردن دولت داشتند، چه خیل تاجیک صاحب صلح استقلالیت شد. همه در حیرت ماند. این فرموله نجات ملت، فرموله صلح امام علی رحمان است که تاجیک به سعادت رسانید و سرزمین مقدس تاجیکستان امروز بهترین بهشت روی زمین برای تمام تاجیکان گردیده است. این است باید هر یک نسل امروزه که هست، هر یک فرزندی که هست، هر یک جوانی که هست، پیش از آنی که با یک عقیده و یک اندیشه بیگانه چی میکند میگرود، باید اندیشه کند که دیروز ما کی بودیم، چه حالتی داشتیم و امروز به کدام حالت رسیدیم.
امروز هم ما کیا را داریم کی دشمنی ما هست کی دوستی ما هست. این مسئله ها را باید اندیشه کنند. هر یک جوانی که وقتی که داد میزند فریاد میزند در شبکه‌های اینترنتی و دیگر باید اندیشه کند که امروز چه امکانیتی تاجیک صاحب شده است. دیروز چی داشت؟ دیروز تاجیک یگان چی نداشت. در همین دوره شوروی همه چی را ازش کشته گرفته بودند، زمیناش هم گرفته بودند، یگان چی نداشت تاجیک. فقط مجبورش میکردن بله کتمان به دستش میدادن برای در زمین کار کن بیا با کلخوز بسپار سمتا میتیم 4 بوتل که افغان یا خلطه آرد نانی جو همین خطی روز تاجیک میگذشت. دیگه یگان پیشروی در یگان جو نداشت است. بخش علمی همش در کدام کشورهای دیگر مسکو و دیگر میراث شوروی چی دارد تاجیک امروز؟ هیچ چیز نگرفته است میراث. فقط یک میراث گرفت که همون زمینا را دارو شاپیدن و دیگر کردن کم حاصل تر کردن و دیگه یگان چی نشده است. امروز چی مانده است؟ ما از سر نو از صفر همه را آغاز کرده ایستادیم، از صفر آباد کرده ایستادیم. همین روز ما همین یک زینه هستیم، نسلی هستیم که زینه برای ساختن نسل فردای ملت. یک زینه عذاب میکشد، رنجش میکشد. این دوره گذرش همین است. زینه دویم نسل دویم بعدی که میاد راحت میکند، نسل سوم ثانی باز راحت تر میکند و رحمت به ما میگه که همین مردم صبر کردن، استقلالیت و وحدت حفظ کردن، کشور آرام آباد نگاه داشتن. این مسئله است. این آسان است همه در تلویزیون و در شبکه‌های اجتماعی هرچی تنقید کردن میگیرد. یکی تنقیدی که سازنده باشد نیست. تنقیدی سازنده را همه میتواند، اما تنقیدی سازنده نیست. محترم اما دشمنای ملت کسی هستی نیستی، اما نهضت دیگر کی هستی، لیکن ناموستان نفروشین، از نام تاجیک برآمد نکنه. مرحمت برای خودتون بگید کدام ملت دیگر هر چی میگه بگه از نام تاجیک گپ نزنید. تاجیک بی‌ناموس نبود، تاجیک خائن نبود، تاجیک خیانتکار نبود. این شما هستید خیانتکارای لعنتی و نبرید از نام تاجیک، نگوید از نام تاجیک.